حیف که خندک به خاطر جدایی. چی میشتم کنان آخه چی بابا جون هستیدی؟ یعنی دیدی که رات معقولت رای در آشخونه پول داده خرین اما آشخانه برای تو چی گیری تا آشخانه؟ همین تمام شب بابا امروز آقا این کایتر روشم کیلوی تو کازی نگی نکنی تو معقول نیست روی در آشخونه خرین بزدور کده یک کیلو رو نمیبره تماشا کنه یک کیلو تو 10 سال در تلویزیون نمیخیزی تو سب کنی جو در کوریش در نمیبره اون چادر زلیخا والا بای آمده این فکری؟ ما فکر پیتری دست ما پدرت بشم ای دزن جون آمده گذشته شینه خوش آمده